مقامات پلیس سوخت 370 خانواده ناساز و جنجالی را به قید گرفتند. این کار به خاطر جلوگیری از افزایش جنایتکاری در عائله راه اندازی می شود. پلیس سوخت می گوید خشونت و جنجال های عائلوی در منطقه زیاد رخ می دهد و گاه ها قتل و کشتار یکدیگر را در پی می آورد. بنا به اطلاع پلیس در سال گذشته 2016 در ولایت سوخت 35 کشتار آدمان به قید گرفته شده است که 16 کشتار در زمینه جنجال ها و خشونت های عائلوی رخ داده است. همین طور به گفته پلیس به 87 کشتار آدمان از 235 این گونه جنایت که در 6 سال اخیر در ولایت سوخت صادر شده است جنجال و مناقشه های عائلوی سبب شده است. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی سوخت میگوید مقامات پلیس همراه نمایندگان حکومت‌های محلی و رهبران محله‌ها عائله‌های ناساز و جنجالی را که احتمال دارد اعضای آن دست به جنایت زنند دریافت و ثبت نام می‌کنند. او افزود اگر ما در این سمت و کاربری کنیم اما عائله‌ای که مناقشه است نافهمی در حدود عائله است کارهای تشویقاتی و ترغیباتی و پیشگیری گذرانیم سطح جنایتکاری مخصوصا کشتار از این کمتر می‌شود. مقامات پلیس سوخت میگویند در دوام 2 هفته اخیر از ساکنان 145 عرض و شکایت جهت حل جنجال و مناقشه و خشونت‌های عائلوی و بحث‌های مال و ملکی دسترس کردند و به بررسی گرفتند. همچنین بیش از 160 همسران با هم جنجالی را آشتی دادند. میسر ددابای و یکی از چنین زنان است که برای اصلاح میخوارگی و آزار شوهرش از مقامات یاری خواسته است. با سرانو رفته دیگه نمی‌نوشم گفته گرام می‌بیاد با همون ماینش سر میکند نمیخلده. تحلیلگران محلی میگویند اگر اهل جامعه به هم آیند و به درد و غم و مشکل همدیگر بی‌پروایی را کنار گذارند میشود خشونت، جنجال‌های عائلوی و جنایتکاری در خانواده را کاهش داد.